قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولحاضرين والسامعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بر الوالدين. الأول بر الوالدين من أجل الأعمال. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قيل: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. متفق عليه. والله قرن حقهما بحقه، فله سبحانه العبادة والإخلاص، ولهما حسن الرعاية والإحسان. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. و دیگری از مسائلی که مهم است برای طالب العلم این بر الوالدین است، احسان و نیکویی کردن به پدر و مادر است و همچنین از محاسن دین است، از زیبایی های دین اسلام است که شریعت و دین اسلام این امر را اهمال نگذاشته است، بلکه در رابطه امر نمودگی هست و تشویق نمودگی است. از بزرگترین دلیل برای اهمیت بر الوالدین این است که الله عزوجل بعد از بیان حقوق خودش، الله عزوجل حقوق بر و احسان و نیکویی و پدر و مادر را الله عزوجل امر میکند و این از بزرگترین دلیل برای اهمیت احسان و نیکویی به پدر و مادر است و این از در حقیقت از زیبایی های شریعت و دین اسلام است. این قوانینی که موضوع برآمدگی هستند، حقوقی از بشر و مثال این، در حالی که اینها حقوق بشر نیستند بلکه حتی اینها حقوق حیوان را هم رعایت کرده نمیتوانند. از زیبایی ها و شریعت دین اسلام این است که به این امر، به این مسئله توجه دادگی است و امر نمودگی است که حتی نگاه کنید در زمان ما و شما یک مکان خاص درست کردگی هستند برای مکان پیرانسال ها که در اوجه مثلا مثل در اروپا، حتی همین مشکل حتی در سرزمین هایی که مسلمان نشین هستند به اونها آمدگی هست که مثلا در طرف اروپا و که همین است که اگر وقتی که پدر و مادر سنش که بالا رفتک، مخصوص پیرانسال خانه است، جایی است که میبرن و در اونجا میگذارن. وقتی که وفات کرد بعدا خبرش میدن که پدرت یا که مادرت وفات کردگی است و اگر بخواهد میآید، نخواهد آزاد است نمیآید. این دین دموکراتی است که اینقدر آزادی دادگی است تا این درجه. اما اگر سگش وفات بکند 7 روز میشیند گریه میکند و پدر و مادر هیچ ارزش ندارد و حتی همین مشکلی حتی در مسلمان نشینی هستند، همین مشکلی حتی با این طایفه آمدگی است، به توجهی به پدر و مادر، یعنی به اونها به اهمیتی کردن. از بزرگترین اهمیت و نیکویی به پدر و مادر دعوت کردن پدر و مادر به سوی توحید است. اهم شیء، بهترین نیکویی به پدر و مادر دعوت کردن اونها به سوی توحید و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله، که اگر اونها در حقیقت اگر که مشرک و کافر باشن مشرف به توحید و سنت رسول صلی الله علیه و آله شدن، پس تو بدون که بهترین نیکویی به پدر و مادر کردی و از این نیکویی دیگر بالاتر نیست. اعظم البر و اکبر البر للوالدین الدعوتهما الى التوحید. بزرگترین نیکویی به پدر و مادر دعوت کردن اونها به سوی توحید است. و دیگر از احسان و نیکویی به پدر و مادر، نیکویی پدر و مادر با که در احسان داخل می شود و همچنین از احسان به پدر و مادر این نیکویی کردن اونها، احسان کردن اونها با پول و مالت است، به قدر استطاعتت که اگر داشته باشی اونها را نیکویی بکن به اونها، احسان بکن به اونها با ثروت و داراییت به قدر استطاعتت. و انسانایی هستند که در حقیقت یعنی به هم نیکویی میکنن، به هم رسیدگی میکنن الا مگر به پدر و مادرشون. بعد وقتی که پدر و مادر وفات بکند برای او گاب میکشن. قبلا پدر کسل، مادر بیمار بودک، با ماشین با مرسدس 120 از پیش خونش میگذشت، وقت نمیافت که او را خبرگیری برود،
وقت نمیافت که 1 کیلو گوشت بخرد برای او برات بدهد برایش احسان بشود. بعد که پدر و مادر وفات میکرد بعد میرود قرض میکند، بعد میرود مثلا که چندین تا بدعت ها انجام میدهد، میرود پیشنبگی میکند، میرود خدایی میکرد، میرود سری سال میدهد. قبلا پدر و مادر در پیش سالهاش گذشتگی است که بیچاره گوشت دیدگی نیست. پس از نیکویی این است که باید که با پدر و مادر این کارا بکنی، نه اینکه وقتی که پدر و مادر وفات بکند بعداً برای اونها نه، برای مردم، برای مردم بعداً گاو میکشد، گوسفند میکشد. برای چی میگه که بعد مردم میگه چی میگن، قدر میگه چند تا بچه دورت در آسیا کار میکنن، پدرشون وفات کرد میگه یا گاو نکشتن. این هست، این همش بعداً برای چی میشه؟ برای مردم میشه. و این از بر الوالدین نیست، از بر الوالدین است که اونها در زندگیشون به قدر اونها برسی. و همچنین از احسان به پدر و مادر خوب رفتار کردن با پدر و مادر است. و از احسان به پدر و مادر خوب رفتار کردن با پدر و مادر، با زبان و با فعل. با زبان خوب گفتاری کردن با اونها، و با فعل خوب اخلاق نشاندن با اونها، خوب رفتار کردن با اونها یاردم کردن، اونها را کمک کردن. اخلاق با زبان با اونها با سخن خوب صحبت کردن، برای اونها دعا کردن. و حتی ولو اینکه مشرکم باشن با اونها باید که نیکی بکنی، احسان بکنی. این از بر والدین است، از احسان پدر و مادر است. و همچنین بر الوالدین من اجل الاعمال، بر الوالدین من اجل الاعمال، نیکی کردن با پدر و مادر از بزرگترین عمل ها است. که سئل النبی صلی الله علیه و سلم ای العمل احب الی الله، که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سوال کرده که کدام یک از عمل ها محبوب تر است پیش الله عز وجل؟ فرمودند که قیل الصلاة علی وقتها، فرمودند که نماز را در وقتش خواندن. قال ثم ای، سپس بعد از آن کدام عمل محبوب تر است پیش الله عز وجل؟ فرمودند قال ثم بر الوالدین، نیکویی کردن با پدر و مادر. متفق علیه. والله قرن حقهما بحقه، بله الله عز وجل همراه حق پدر و مادر را با همراه حق خودش با هم یک جا و نزدیک ذکر کرده. فله سبحانه العبادة والاخلاص، برای الله عز وجل از حقش عبادت و اخلاص و با یگانگی الله را عبادت کردن است، حق الله. ولهما حسن الرعایة والاحسان، اما حقوق پدر و مادر این خوب رعایت کردن حقوق اونها و نیکو کردن با پدر و مادر است. قال تعالی واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، الله را به یگانگی عبادت بکنید ولا تشركوا به شيئا، و به الله هیچ چیز شریک قرار ندهید. ببین بعد از امر به توحید الله عز وجل امر میکند و بالوالدین احسانا، و پدر و مادر احسان و نیکوکار باشید. و حتی الله عز وجل از امتهای قبلی را ذکر میکند و بیان میکند، میفرماید که و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا، که ما عهد و پیمان گرفتیم از بنی اسرائیل که الله را به یگانگی عبادت بکنیم و پدر و مادر نیکوکار باشید. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. بیا برای شما من تلاوت قرآن بکنم، اون وصیتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کردن و بیان کردن این است که به الله عز وجل هیچ چیز را شریک قرار ندهید و پدر و مادر نیکوکار باشید. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، و قضا ربک الله عز وجل قضاوت کرد، حکم کرد، امر کرد الا تعبدوا الا اياه، اینکه عبادت نکنید مگر الله را، و بالوالدین احسانا، و پدر و مادر نیکوکار باشید با قول و با زبان و با فعل. بعضی انسان هست پول دارد، سرمایه دارد، احسان میکند با مالش و پولش، اما با زبانش باز اذیت میکند، منت میکند. این از نیکویی نیست. از نیکویی نیست که هم با زبان، هم با فعل، هم با قدر استطاعت و تواناییت. و الله عز وجل میفرماید که اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف، اگر یکی از اینها، هر دو اینها، یکی از اینها به سن کلانسالی و پیرانسالی رسیده، فلا تقل لهما اف، شما در مقابل دستورات اونها، در مقابل حرفای اونها شما اف نگید. ولا تنهرهما، در مقابل اونها شما آواز بلندی نکنید. و قل لهما قولا کریما، در مقابل این دوتا سخن نرم، سخن کریمانه بگید. قل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، شما در مقابل دستورات پدر و مادرتان تواضع داشته باشید. تواضع
فروتن باشید، تواضع داشته باشید، مهربان باشید، از رحمت کار بگیرید. برای چی؟ برای اینکه اونها شما را بزرگ کردند، با شما مهربانی کردند، شما را خورانیدند، شما را پوشانیدند، شما را از سختی ها، شما را از سردی ها حفظ کردند، از گرمی ها حمایت کردند. شما خورد بدید، گریه میکردید، ناز میکردید، به شما رسیدگی میکردند. چقدر آزار میدادید، چقدر شب میشید گریه میکردید، مادر میخیزد شما را آرام میکند، طعام میگید شما را میدادند، شما نجاست انجام میدادید شما را پاک و تمیز میکردند. همه این نازکی ها را الان که پدر و مادر شما به سنی پیرانسالی رسیدگی هست، وقتی که انسان سنش بالا میرود آیسوسا با مثل طبع و خصلت طفل و کودک را میگیرد. سنش بالا میرود زیاد ناراحت میشود، زیاد و کمتر چیز ناراحت میشه. این الله عزوجل گفتگی است که وقتی که سن شما میرود بالا میرود باز همون طبع و خصلت و خلقی کودک را میگیرید. پس در اینجا برای شما این است که باید که مقابله احسان بکنید. در اینجا برای شما لازم است که در مقابله همون احساناتی که پدر و مادر برای شما وقتی که شما طفل و کودک بدید تمام نازهای شما را و ناراحتی‌های شما را برداشت میکردن، تحمل میکردن، اکنون اینجا هست که شما اینا تحمل بکنید. و این در حقیقت این یک نظم انسانیت است. در اینجا دینداری غیر دینداری اینجا فرق نمیکنه. اگر دیندار باشد به طور اولا بس، اما بدین هم باشد باید که شما این کار در مقابل شما بکنید. و اگر این طور نباشد اون زندگی حیوانیت است که حتی از حیوانات دیده بدتر. حیوانات این طور نیست، اونها با دیگرشون با فرزندهاشون چه اصلا رحم است. اما یک اینکه چون امروز مردم باقی مانده قومی این مخنثا، قومی لوط و امثال دیگر میبینی که خصلت انسانی را اینا ترک کردن و خصلت حیوانی را بلکه بدتر از حیوانی و گرفتن، حتی از فطرت انسانیشان بیرون شدن. نگاه بکنید که چگونه زندگی کرده شدن، در یک حیوانیت زندگی دارن، بلکه از حیوان دیده بدتر. در اونها هیچ رحم نیست، هیچ مهربانی نیست، حتی نسل از اونها گم شده است، نسلشان گم شده است. نسل وقتی که پدرشان نشناسد، مادرشان نشناسد، یعنی حتی دشمنان اسلام، حتی از همین افراد کسانی که همین بی نسل هستن همین را تربیت میکنن، به سرزمین‌های اسلامی روان میکنن، همین است که در اینها میبینید که هیچ رحم نیست، هیچ مهربانی نیست، اصلا شفقت در این شفقتی که یک انسانی یک انسان دارد در اونها وجود ندارد. چقدر میبینید که مسلمانان رو میبینن ظلم و ستم میکنن و حتی همین افراد در جاهای خاصی برای پرسیدن تفتیش و امنیت و استخبارات میگذارن که در وجود انسان ها یعنی که ایمان یک طرف که ایمان در اینا نیست، در وجود اینها یعنی رحمت، شفقت انسانی، فطرت انسانی نیست. گویا که یک انسان در مقابلش یعنی که یک وحشی است، یک حیوان است که اون عقل ندارد، شعور ندارد، فهم ندارد، در مقابلش اون است. در حقیقت این چیز این خلاف فطرت انسانیت است. پس نظم انسانیت به همه اساس است که احتیاج به چی دارد؟ به یک نگهبان دارد. وقتی که تولد میشود طفل او را پدر و مادر نگهبان میکنن و بزرگ میکنن و به غایه میرسونن و همچنین وقتی که پدر و مادر سنش به بالا میرسد دیگه تواناییش از بین میرود، قدرت از او دیگه کم میشود و باز همین فرزند است که او را میخواند و میپوشاند و او را نگهبانی میکند، در متوجه در امور و کارهای اونها میشود. یک نظم انسانیت است که اگر وقتی که در این خلط آمد اون وقت انسان ها با مشکل های سخت مواجه میشن. و در اینجا الله عزوجل هم امر کرد واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا و بالوالدین احسانا، پدر و مادرتون شما نیکی بکنید. پس ببین که الله عزوجل بعد از امر به توحید امر میکند به نیکی به پدر و مادر، دیگه به امر به چیز دیگر نمیکند. اول امر به ادای حقوق خودش که اون مستحق عبادت الله است، او را باید گناه که عبادت بکنید. بعد از الله عزوجل امر به نیکی کردن به پدر و مادر و حتی الله میفرماید که وصی الانسان بوالديه حسنا یا که احسانا و حتی میفرماید که وصاحبهما فی الدنیا معروفه و ان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. اگر تلاش کرد پدر و مادر برای تو این که تو را مسوی یعنی که آنچه که تو را علمت نیست، یعنی مسوی شرک، مسوی معصیت الله عزوجل ترى امر میکند، پس فلا تطعهما، اطاعتشون نکن، در رابطه اونها را اطاعت نکن. و صاحبهما فی الدنیا معروفه، با پدر و مادرتان شما در امورهای دنیوی شما نیکوکار باشید. این امر الله عزوجل است. حتی ببین که پدر و مادرم اگر
کافر و مشرک هم باشه حق دارد برایش راحت میشود برات غضب میکند حق دارد نباید که در مقابلی این عمل ها بعضی وقتا پدر مادر عمل های انجام میدهد که اخلاقا درست نیست اما این نباید که تو مقابلی مثل بکنی همین عمل در مقابل پدر انجام میدی حتی مومن که بعد از امر به توحید الله عزوجل امر به چی میکند به نیکی و پدر و مادر الان نگاه کنیم اکثر شکایت ها امروز از موحدین میشود به خاطر به ادبی و به احترامی نسبت پدر و مادرشون سبب و علت چی است سبب و علت ضعف توحید است ضعف نفهمیدن درست و شریعت است نفهمیدن آیات الله عزوجل است نفهمیدن توحید است توحید می آموزی به خاطر نه اینکه تو کبر بکنی توحید می آموزی نه اینکه تو تکبر بکنی خاطر از دیگران بالا بگیری توحید می آموزی نه اینکه دیگران دیگه وقتی که اونها بر خطا و اشتباه باشن دیگه چی کاری که بخواد در حق اونها بکنی چه حرفی که باشه در حق اونها بگویی حتی بعضی میبینی که دعوی از توحید و سنت از اینا میزنن به سبب اینکه پدر مادرشون کافر هستن مشرک هستن مسلمان نیستن میگه پدر مادرم یک سگن پدر مادرم نمیدونم یک فلان هستن یا یک فلان هستن این درست نیست اینطور معامله کردن پدر مادر درست است که تو توحید فهمیدی تو توحید قبول کردی و اونها قبول نکردن اونها کافر هستن یا که مشرک هستن اما همین توحید را همین امر میکنند همین امر الله عزوجل امر میکنه که پدر مادر همین طور معامله بکن همین توحید را راهنمایی کرده است که پدر مادر باید همین معامله بکنی از این خاطر است که بسیار شکایت های امروز از کی میشود از موحدین حتی بعضی جهالاشون پدر مادرشون خطاب میکنه که من حق دارم میگم من تو را به قتل برسونم تو را بکشم میگم برای چی میگه چون میگه تو مشرک هستی از این خاطر است که همین بد اخلاقی سبب میشود که همین پدر و مادر توحید قبول نمیکنه میگه اگر همین توحید همین سلفی شدن همین باشد در مقابل پدر و مادر همین خیلی معامله بکنی من میگه اون دینی تو قبول نمیکنم اون دینی که تو قبولش کردی من اون میگه قبول نمیکنم اون دینی که ما بدیم میگه قبلا ساز بود میگه از این خاطر برادر عزیز با که در این رابطه خیلی باید که متوجه باشیم و توحید این نیست که بیایید تکبر بکنید توحید این نیست که بیایید دیگران را حکم و پیچت بزنی و رفتن بگیری توحید را نمیگه توحید این است که توحید می آموزی تعلیم میگیری و دیگران را تعلیم میدی وظیفت این است وظیفه یک موحد رساندن توحید است وقتی فهمیدی به دیگران برسون حالا مشکلی ما همین است که ما میگیم که رساندیم گفتیم به او یک بدبخت است و قبول نمیکند من پدرم میشناسم تو چی میدونی میگه هر کسی که باشه پیامبرا چقدر اذیت و آزار میدیدن از طرف قومهایشان در برابر دعوت رساندن توحید اگر رساندن توحید به آسانی باشد پس همه کارا میکردن پس برای الله عزوجل پیامبر را فضیلت داده و که دعوتگر را فضیلت داده به خاطر که همین صعوبات و همین سختی ها هست پس همین است که باید که یک دعوتگر صبر باید داشته باشه بزرگترین صبر این صبر در رساندن توحید است توانسته که تو قبول نکردن تو دعوت قطع بکنی قبول نکردن دیگر هر کاری که باشه در مقابل ها انجام بدی نه اگر این طوری که میبدک مشرکین قریش رسول اکرم صلی الله علیه و آله را قبول نمیکردن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بیرون میکنن از مکه وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله وارد مکه میشود بعد از 8 سال میگه که اذهبوا فانتم الطلقاء میگه بروید شما چه هستید آزاد هستید وی از اخلاق رسول اکرم صلی الله علیه و آله است اگر شمشیر را میگرفتک همه اونها را ذبح میکردک قتل میکردک حالا در مقابل شکار میکردن مجبور میشن از نفس و جانهای خودشون مالهایشون دفاع بکنن لیکن وقتی که این اخلاق نشان دادک در حالی که همین مشرکین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از مکه بیرون کرده بودند پس توحید و این عمل کردن این یک چیز دیگر است و دعوت کردن این مردم به این یک چیز دیگر است الثانية بر الوالدين خلق الأنبياء ودأب الصالحين قال تعالى في وصف نبيه يحيى عليه السلام وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وقال عن عيسى عليه السلام وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا الثانية بر الوالدين خلق الأنبياء ودأب الصالحين بله نیکی کردن پدر و مادر این از اخلاق پیامبران بوده و همچنین از خصلت‌های صالحین است چنانکه که الله عزوجل می‌فرماید در وصف پیامبرش یحیی علیه السلام و برا بوالدیه ولم یکن جبارا عصیا که بسیار نیکو کننده بوده احسان کننده بوده پدر و مادرش که یحیی علیه السلام و برا بوالدیه بسیار نیکوکار و احسان کننده بوده پدر و مادرش ولم یکن جبارا عصیا و شخص متکبر نبوده در برابر پدر و مادرش متکبر نافرمانی بردار در برابر الله عزوجل و پدر و مادرش نبوده
وقال عن عيسى وأز عيسى الله عز وجل خبر مدياد مفرمات كي وبرا بوالدتي بسيار چی بدك بمادرش نيكو كور كننده بدك إحسان كننده بدك ولم يجعلني جبارا شقيا ودعا میکردك إلى عيسى كي قرار ده مرة متكبر وبدبخت بسبب إطاعت نکردن پدر مادر و نافرمانی الله عز وجل و پدر مادر. الثالثة بر الوالدين سبب في تفريج الكربات وتنزل البركات وإجابة الدعوات وبه ينشرح الصدر وتطيب الحياة. قال عبد الله بن واقد الهروي رحمه الله لا تجد عاقا إلا وجدته جبارا شقيا وتلا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. الثالثة بر الوالدين سبب في تفريج الكربات احسان و نیکو کردن پدر مادر سببی از بین رفتن سختی ها کربات و مشکلات سببی برطرف شدن مشکلات. بر الوالدین سبب فی تفریج الکربات نیک کردن پدر مادر این سببی برطرف شدن مشکلات ها می شود و تنزل البرکات و سببی نازل شدن برکات می شود و اجابت الدعوات و سببی قبول شدن دعاها می شود و به ینشرح الصدر با توسط امی احسان و نیکو کردن پدر مادر سینه چی می شود؟ سینه باز می شود، انشراح صدر می شود و تطیب الحیات و حیاتی طیب حیاتی پاک الله عز وجل برای شخص نصیب می کند. قال عبدالله ابن واقد الهروی عبدالله ابن واقد الهروی رحمه الله می فرماد که لا تجد عاقا الا وجدته جبارا شقیا. نمیابی شخص عاق را شخصی که پدر مادرش را عاق کردگی است، یعنی از اون راحت شدگی است، از او خفه شدگی است، الا وجدته جبارا شقیا، مگر اینکه این شخص را یک انسان متکبر، یک انسان شقی و بدبخت او را میابی. یعنی اکثر کسانی که پدر مادر اونها را عاق کردگی است، از اونها خفه شدگی است، میبینی که شخصی چی هستن؟ متکبر هستن و شخصی بدبخت هستن. و تلاوت کردن و فرمودن و برا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. مرا نیکوکار بسیار نیکوکار در مقابل مادرم قرار بده. این دعا را کی میکرد؟ عیسی علیه السلام. و برا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، و من را شخصی متکبر در مقابل پدر مادر، در مقابل الله عز وجل و همچنین شقی و بدبخت مرا قرار نده. این دعا را عیسی علیه السلام دعا میکردن. الرابعة بر الوالدين يكون بطاعتهما في غير معصية الله وخفض الجناح الذل لهما رحمة وعطفا وصدق الحديث معهما والإحسان إليهما ودفع صنوف الآذى عنهما. الرابعة بر الوالدين يكون بطاعتهما في غير معصية الله. بله، نیکو کردن به پدر مادر با اطاعت کردن پدر مادر در غیر معصیت است، در غیر معصیت است. چون در حدیث ذکر می شود که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اطاعت نیست در مخلوق در حالی که نافرمانی و معصیت خالق بشود. این وقتی که در اوجا معصیت و نافرمانی الله عز وجل بشود، اون وقت پدر مادر اطاعت نمیشود. و به اینجا گفته است اطاعت نمیشود، نگفته است که با اونها به احترامی بکن، بد اخلاقی انجام بده، نه، اطاعت نمیکنه در اینجا، مجرد فقط اطاعت نمیکنه. و میفهمونی که این امر الله است، این امر رسول صلی الله علیه و سلم است و در دین گفتگی است. اما اگر من در مقابل یک عمل دنیوی باشد یا آدم کردن کاری باشد که برای دنیا باشد، من تو را کمک میکنم، به تو احسان میکنم. اما اینکه من را میگی نماز نخوان، من را میگی که موحد نباش، من را میگی که شرک بکن، در درجه اطاعت نمیکنم. بله، و خفض جناح الذل لهما رحمة و عطفا و صدق الحديث معهما. بله، و همچنین در مقابل اونها فروتنی، ذلیل و تواضع بدن، از روی رحمت، از روی مهربانی و صدق حدیث معهما، راست گفتن با اونها، درست صحبت کردن با اونها، و الاحسان الیهما و نیکو کردن با اونها، و دفع صنوف الاذى عنهما و دفع کردن اذیت‌های مختلفی از گوناگون از اونها. این از بر الوالدین است. الخامسة من فضل الله أن بر الوالدين بعد وفاتهما لا ينقطع، بل يكون بالدعاء لهما بعد موتهما أو بالصدقة عنهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. الخامسة من فضل الله أن بر الوالدين بعد وفاتهما لا ينقطع. از فضل الله عز وجل است که اما نیکویی کردن پدر و مادر
بعد از وفاتشان هم قطع نمی شود، بلکه می شود به دعا کردن برای پدر و مادر بعد از موتشان، بعد از وفاتشان، یا اینکه به صدقه کردن از سن پدر و مادر. قال النبی صلی الله علیه و آله که پیامبر فرمودند که اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، وقتی که انسان وفات میکند از او عملهاش قطع میشوند مگر از 3 نفر، الا من صدقه جاریه، کسی که صدقه جاریه کرده باشد، مسجد درست کرده باشد، مدرسه ساختگی باشد، راه ساختگی باشد، پل ساختگی باشد، پس این صدقه جاریه است. او علم ينتفع به، یا علمی که منفعت گرفته میشد از او، مثل تألیفات کتب، دروس، صوتیات و تلامید و شاگردان و امثال این. همه این چی هستن؟ از صدقه، از عملهای هستن که اینها قطع نمیشوند، از عملهای هستن که قطع نمیشوند. او ولد صالح یدعو له، یا اینکه فرزند صالحی که دعا میکند برای پدر و مادر، فرزند صالحی که دعا میکند برای پدر و مادر. البته انسان وقتی که وفات میکند عملها از او قطع میشوند. در این مسئله بین بعضی از اهل علم اختلاف است، ایصال ثواب هست یا نه، ایصال ثواب، این ثواب به همین میت میرسد یا نمیرسد. بعضی از علما به این نظر هستند که ایصال ثواب نمیرسد، انسان هر آن اندازه که عمل کرد همون عملی خودش است. و الیس الانسان الا ما سعى و ان سعيه سوف یرى، پس هر اندازه که تلاش کرده همون عملهاش هستن، مگر اینکه از کسب خودش باشد، مگر از کسب خودش باشد ایصال ثواب براش میرسد، این ثواب براش میرسد. و یکی صدقه جاریه است، و یکی دیگر علمی که به منفعت یعنی نافع گذاشتگی است، و دیگر فرزند صالح گذاشتگی است. فرزند صالح که فرزند صالح از کسب کی است؟ از کسب پدر و مادر است. و همین قول راجح در این مسئله همین است. بصلة من كان يحبانه من الناس في حياتهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه رواه مسلم. بله، و همچنین از نیکی کردن به پدر و مادر حتی بعد از وفاتشان هم این صله رحمی کردن با او کسانی که از مردم پدر و مادر از اونها را دوست می‌داشتن، صله رحمی کردن با کسانی که پدر و مادر اونها را دوست می‌داشتن از مردم ها فی حیاتهما، در حیاتشون، او کسایی که در حیاتشون بودن پدر و مادر اونها را دوست می‌داشتن، پس با اونها خوب رفتار کردن، با اونها صله رحمی کردن، یعنی با اونها رابطه کردن، این هم از نیکی و احسان به پدر و مادر چه میشود؟ حساب میشود. پدر و مادر وفات کرده است، که دوستا و رفیقاش هستن، چگونه که با اونها رفت آمد داشته و روابط داشته، پس بعد از وفات پدر و مادر با اونها باید که روابط داشته باشی، و اینم از احسان به پدر و مادر است، و اینم از نیک کردن به پدر و مادر است، گرچه که وفاتم کرده باشند. قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان ابر البر صله الولد اهل ود ابيه رواه مسلم. از بهترین نیکی کردن به پدر و مادر این صله رحمی کردن فرزند اهل ود ابيه، به اهل دوستای پدرش است، به اهلی کی؟ به اهل دوستای پدرش است. وقد امتثل الصحابة رضي الله عنهم قول النبي صلى الله عليه وسلم فحينما لقي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلا من الأعراب بطريق مكة سلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه فقيل لعبد الله بن عمر أصلحك الله إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير فقال عبد الله إن أبا هذا كان ود لعمر بن الخطاب رواه مسلم. وقد امتثل الصحابة رضي الله عنهم قول النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب رسول أكرم صلى الله عليه وسلم عمل کردن با قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هنگامی که لقي عبد الله بن عمر رجلا من الأعراب بطريق مكة. عبد الله بن عمر ملاقات کرد با یک مرد در راهی که اون راه به طرف مکه بود. سلم علیه عبد الله بن عمر به او سلام داد و حمله على حمار كان يركبه، و او را سوار کرد به او مرکب، سواری که میخواست به او سوار بشود، به خر بود، به او سوارش کرد و اعطاه عمامه كانت على رأسه، در سرش عمامه بود، سلای بود، او را گرفت که در سر همون شخص گذاشت. فقیل لعبد الله بن عمر، با عبد الله بن عمر، ببین این اخلاقی صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. پس براش گفتن فقیل لعبد الله بن عمر، برای عبد الله بن عمر گفتن اصلحك الله انهم الاعراب، الله تعالی اصلاح بکند که اینها اعرابی‌ها هستند، اینها بودنشین هستند، و انهم يرضون بيسير، اینها اندک چیز بدهی اینها چیکار میکنن؟ اینها راضی میشوند. فقال عبد الله بن عمر گفتن ان ابا هذا، همان پدر این شخص،
کان ودا لعمر بن خطاب. این شخص خودش نه، پدر همین شخص دوستی عمر بن خطاب بودن. از این خاطر من این عمل براشان کردم، این معامله را و این کردار را برای این شخص کردم. پس یکی از احسان و بر و نیکویی کردن پدر و مادر این است که حتی بعد از وفاتشان نیکویی کردن، روابط کردن، صله رحمی کردن با کسانی که پدر و مادر اونها را دوست می‌داشتند. در حقیقت اگر ما تأمل بکنیم در این حکمت‌های خیلی عظیم و بزرگ است و این حفظ اجتماع مسلمان ها است، حفظ اخوت و برادری است و جمعیت مسلمان ها زمان سالم و حفظ میماند که این روابط و این تواصل باشد. اما متاسفانه امروز روابط ها خیلی کم شدگی هستند بسبب همین دنیا. و حتی اگر یک نفر اگر بفهمد که خونت میاد دعا میکنه که اولا که نیاید، بعدا که بیاید و زودتر برود. این طور شدگی است. مردم مثل که از دیگر فرار میکنن و دور شدگی هستند. زمان پیش از حال یک دیگر آگاه شدن، دیگر صله رحمی و رفاقت و فهمیدن و از این خاطر یک مشکلی به یک نفر میومد که همه جمع میشدن و از دینشون، از ناموسشون، آبروشون همه چی دفاع میکردن. اما هیچ کس پروای کسی ندارد. هر کس فقط نفسی نفسی میگه، گویا اینکه چیز قیامت شدگی است، گویا اینکه قیامت شدگی است. حتی برادر از برادری که با هم نزد، برادری از یک پدر و مادر هستند، حتی اینو بعد دیگرشون اینه که هیچ پروایی ندارن، دوری از هم دوری شدگی است. در حقیقت این از نشانه‌های علامتی قیامت است، این از علامت‌های قیامت است. برعکس الان حسادت و کینه و غیبت و تهمت و مسخره و گمان بد اینها جای اون رفاقت و تواصل و رابطه را گرفته است. از این خاطر هیچ شهری نیست که در اوج مسلمانان زندگی بکنن این که مگر اینکه امر اونها بر افتراق است، بر جدایی است، بر تفریقه است، بر اختلاف است. هیچ منطقه یا روستایی نیست که در بینشون چه است؟ اختلاف و افتراق است. هیچ جماعتی نیست که مگر اینکه اونها چه است؟ بر افتراق و اختلاف در بینشون است. و حتی مسجدی که نماز میخوانند با هم در یک صف هستند، بین دیگرشون چه است؟ خلاف و بدبینی و افتراق. در برای یک برادرش نماز خونده است، دعا میکنه که تیزتر نماز بشه، تمام شد از برای همین تیز بخیزم برا. این قدر به دیگرش حسد و کینه و نفرت دارد. و حتی این امر تمام شدگی نیست و این کار دشمنان اسلام است و این تمام شدگی نیست تا اینکه حتی این امر بر داخل خانواده ها رفتگی است. در داخل هیچ عائله نیست که مگر در داخلشان چی است؟ اختلاف و تفریقه است. از این خاطر است که امروز امت اسلامی با هم جمع نمیشوند، چون اختلاف اونها، تفرق اونها از عائله ها و خانواده ها شروع شدگی است و این اثر دادگی هست در منطقه و روستاها و در شهر و ناحیه و دیگه همتر در عموم مردم میبینی که بچه هستن بر اساس اختلاف است. هیچ نکند یا در دین اختلاف دارد، یا در قومیت اختلاف دارد، یا در مال و اقتصاد اختلاف دارد، در امورهای دیگری که هست با هم فقط در چی هستن؟ اختلاف است. علت همه اینها چی است؟ علت همه اینها حب الدنیا است، تمسک شدن بیشتر به دنیا است. الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله عز وجل وشكر التوفيق والهداية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء. اللهم احفظنا من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.